نسبت پاکی از هر قسم عیب و نقصان به الله متعال کردن را تسبیح میگه و ما اقرار میکنیم که سبحان الله، الله از هر قسم عیب و نقصان چیست؟ ما پاکی بیان میکنم به پاکی بیان کردن الله متعال که عیب نداره. از همون خاطر است هرگاه یک انسان یک چیز فراموش کنه، یک جای خطا شود، یک گپی خطا بزنه، بعد چی بگه؟ سبحان الله. در نماز زمانی که امام در نماز سهو میشه، مثلا در قاعده اول نشست عین در درود تیر کرد، از کلمه از تشهد رفت، حالی دعاها را میخونه، در حالی که 2 رکعت باقی مونده، 1 رکعت باقی مونده، باید تو فتحه بدی. چه رقم فتحه بدی؟ سبحان الله. عوامی ما در مسجد الله اکبر میگه، اینه الله اکبر نیست. حتی بعضی علما میگه که اگر الله اکبر گفتی نمازت فاسد میشه. اینجا این فتحه توسط تسبیح میشه، سبحان الله. اشاره به این میشه که امام تو سهو کردی، الله سهو نمیکنه. او از عیب و نقصان ما برای او پاک است، اما ما تو نی. فرد امام دق میخوره که یک عیب پیدا شده، او کدام عیب است؟ میفهمه که والا رکعتا باقی است. اما با تأسف این مسائل به مردم واضح نشده، نمیفهمن، درک نمیکنن.